ما اغلب با همه پروژه‌های ویلایی با سیاست و رویکرد تفکیک فرم و فضا برخورد می‌کنیم. من داور بامداد هستم از استدیو طراحی و ساخت داور بامداد و شما به ویلای 23 خوش اومدید. ویلای 23 در زمینی 300 متری در نوشهر در روستایی در حومه شهر قرار داره و در همسایگی بصری خودش کوههای اطراف و در دوردست‌تر دریاچه خزر رو مشاهده میکنه. 23 به خاطر خاستگاه ویلا بودن و تعریف این دسته از ساختمان‌ها در منطقه که فضایی برای استراحت‌های کوتاه و بلند افراده در نظر گرفته شده. انتخاب متریال بسته به اهمیت بخش‌های مختلف و ایجاد حس حرکت یا سکون در این دیسیپلین از طراحی مورد توجه ما بوده. با ایجاد قاب منعکس در مرکزیت پروژه، سعی در تاکید بر نوع دقیق کاربری پروژه شد تا حس مهم بودن افراد حاضر رو بیشتر مورد تأمل قرار بده. و همینطور ایجاد فضای جمعی داخلی با همون نوع نگاه، یعنی اتصال درون به بیرون در این پروژه در نظر گرفته شد.